یاران کردوار وقتتان خوش. ما دیبیت امشب من درباره سیاست هویت سازی فارسی ایرانی و استقرار امت کردی در ابژگی است. به دستاویز اخبارهای متعددی که توسط مسمیدیاهای فارسی زبان تحت نام به سخن در آمدن مورد تجاوز واقع شدگان که توسط BBC و ایران اینترنشنال و شبکه‌های دیگری مورد پمپاژ سریع و وفور قرار گرفت، بدون آنکه جامعه کردوار ما و امت کردی هیچ ریاکشنی نسبت به این قضایا داشته باشه، ما به همین دستاویز تاریخ 150 ساله کورپوریشن ایرانی را سعی می‌کنیم در این دیبیت گذرا بررسی بکنیم. هویت فارسی ایرانی، هویت ساختگی یهودیان برای استقرار امت کردی در ابژگی، زبانی که ابزار سلطه و ابژه ساز مردمی است که روحاً و رواناً تحت این زبان و تحت لوای این کورپوریشن قرار است تبدیل به تجاوز شدگان تاریخ بشوند. به همین خاطر ما این رو مورد بررسی و پرسش قرار میدیم. ببینید، طی روزهای گذشته کمپین های مختلفی در این فضای میدیایی توسط کورپوریشن ایرانی و اربابانش نظام سلطه دال بر افشاگری در مورد تعرضات جنسی چه به زنان و چه به کودکان به صورت سیستماتیک آغاز شده، اما هیچ کسی پرسشی رو مطرح نمیکنه که هدف از این افشاگری چیست. ببینید، اینها تصاویری اروتیک با نمادهای سکسی در تلویزیون هاشون مخابره میکنن بدون مشخص کردن رده سنی. یعنی مردمان این سرزمین ما که در مقابل این جعبه جادویی ذهنیت ساز نظام سلطه قرار میگیرند از خود سوال نمی کنند. غالبا مردمان دنیای امروز چونان وحی منزل میدیاها رو میپذیرند بدون هیچ پرسشی. مردمان سرزمین ما فکر میکنند اگر چیزی غیر اخلاقی باشد، اگر چیزی غیر انسانی باشد، اگر چیزی غیر قانونی باشد، توسط این تلویزیون ها و میدیاها پخش نمی شود. به همین خاطر هر آنچه را که اونها نشر میدند مورد پذیرش عمومی مردم قرار میگیره بدون هیچ پرسشی. داستان زمانی بغرنج تر میشه که یک سری برنامه ها رو تحت نام تفسیر و تحلیل توسط نخبگان و اندیشمندان و اکادمیسین ها به خورد مردمان ما میدند. ببینید، هیچ کسی سوال نمیکنه که هدف از این کار چیست. من برای نمونه از همین بریتانیا در مورد ازدواج who can get married in the United Kingdom, opposite sex couple can marry in civil or religious ceremony. در بریتانیا کیا میتونن ازدواج بکنن؟ کسانی که از جنس مخالف هستند می توانند هم در مراکز مدنی و هم در مراکز مذهبی ازدواج بکنند. same sex couple، کسانی که از یک جنس هستند، چه زنان و چه مردان، یعنی هموسکشوال هم، same sex couple can marry in civil ceremony but can only get married in a religious ceremony if the religious organization has agreed to marry same sex couple.
اینها میتونن در مراکز مدنی ازدواج بکنن، اما در مراکز مذهبی به شرطی که اون مرکز مذهبیشان اونها رو بپذیره میتونن این کار رو بکنن. Same-sex couple cannot marry in the Church of England or the Church in Wales. همجنسگرایان نمیتوانند در کلیسای بریتانیا و کلیسای ولز ازدواج بکنند. Same-sex couple who marry abroad under foreign law are recognized as being married in England and Wales. کسانی که در کشورهای خارجی ازدواج کردند، ازدواجشان قانونی شناخته می شود در بریتانیا، یعنی همجنسگراها. All couples may marry if they are both 16 years or over and free to marry. کسانی که 16 سال یا به بالا دارند می توانند ازدواج بکنند در بریتانیا، به شرطی که برای ازدواج کردن آزاد باشند، یعنی اینکه تحت ازدواج کسی نباشند. خب اینجا سن ازدواج 16 ساله، اما رضایت والدین رو میخواد. من این قوانین بریتانیا رو خوندم به خاطر اینکه کسانی بدانند این چیزهایی رو که تحت نام محصولات میدیایی با این زبان فارسی منتشر میکنند و ذهن مردمان سرزمین کردوار رو مورد بمباران واقع میکنند، برای شما نمیگن که در این کشورهای اروپایی مردم در مقابل خیلی از مسائل ایستادگی میکنن. تلویزیون اینترنشنال حق نداره تصویری رو که باعث ناامنی اجتماعی میشه، باعث ایجاد شک و شبهه در هویت انسانها میشه، مخابره بکنه اگر رده سنی این تصویر رو مشخص نکنه. تلویزیون اینترنشنال آقا یا خانمی گی یا ترنسجندر رو در این تلویزیون به مصاحبه میگیره تحت نام افشای رابطه تجاوز جنسی این آقا در فامیلی خودشون، و این آقا یک پوشش زنانه دارد، آرایش کرده، زنانه پوشه، ترنسجندر زنانه پوشه، اما موهای سینش رو نزده. یعنی این هویت خیلی برجسته است، یه چیز عجیب و غریبیه. شما تصور بکنید بچه‌ای کنار والدینش داره این رو میبینه. خب این ولی بایستی برای این بچه توضیح بده این آقا زن مرد چه کار است. حالا اگر توضیح داد بچه سوالات دیگری داشت، اون وقت بایستی نوع روابط جنسی این آقا رو مشخص بکنه. اگر اینها خیلی دوست دارن بگن طرف روشن فکر بوده، طرف بایستی بگه این چیزها خیلی عادیه. یه سوال اینجا پیش میاد، اصرار بر زنان پوشیدن چیست این وسط؟ ببینید این زنان پوشی یا کلیشه های زنانگی که اینها دارن مطرح میکنن و بهش میتازن، من میخوام در موردش مقداری صحبت بکنم. ببینید اکثریت کسانی که با این زبان فارسی یدیش یهود ساخته، ابزار ابژگی مردمان سرزمین ما، میخوان استدلال بکنن و نرم زندگیشون رو بسیار طبیعی و بسیار انسانی جلوه بدن، به دستاویز یک جمله از کتاب خانم سیمون دوبوار، یعنی جنس دوم. ایشون در این کتاب میگه که مردمان، زن و مرد، به دنیا نمی آیند، بلکه در جامعه زن یا مرد میشوند. خب طبیعتاً طبق سنن جامعه، طبق هنجارهای جامعه، طبق ارزشهای جامعه و طبق اخلاقیات. اگر ما همین رو بپذیریم،
اون وقت اینجا یک سوال مطرح میشه، پس هویت ترنسجندری و هویت گی بودن و هموسکسوال بودن اکتسابی است. مثل زن و مرد شدن، این هم اکتسابی است. اگر این اکتسابی است، چه اصراری بر کسب این هویت هست که برخلاف طبیعت آدمی است، برخلاف طبیعت است. چه اصراریه؟ اگر این طبیعیه، پس مرد بودن و زن بودن هم طبیعیه. حالا شما چون دارای هویت طبیعی ترنسجندری هستی، حق نداری و نمیتوانی بر هویت طبیعی یک مرد بتازی و مورد هجومش قرار بدی. همونطوری که یک مرد نمیتونه این کار رو در مورد شما بکنه، نمیتونه به هویت جنسی شما بتازه و شما هم حق نداری این کار رو بکنی. شما حق نداری به المانهای مردانگی بتازی، چون طبیعیه. حالا اگر اکتسابیه، اون وقت ما چه اصراری داریم که جامعه رو ترنسجندر بکنیم، جامعه رو گی بکنیم؟ چه اصراریه؟ خب اینجا هیچ چیزی رو مطرح نمی کنن. میشل فوکو معتقد است روانکاوی و روانشناسی بازوی نظام سلطه است. روانکاوی و روانشناسی همزمان و هماهنگ با پلیس و نظام سرکوب کار می کند و ابزار برقراری نظم کورپوریشن است. حالا اینا هر سال یک کنفرانس میذارن، یک مشت ترهات رو به نام علم به خورد مردم میدن. حالا بازگردیم به این کاری که شما میکنید در میدیا. شما چه چیزی رو میخواید ثابت بکنید؟ شما میخواید با جرم مقابله بکنید، یعنی با کودک آزاری، با تعرضات جنسی. شما چطوری میتونید این رو ثابت بکنید؟ ببینید این خطرات بسیاری داره. مثلا الان یک عده مرد دارن خاطرات خودشون رو از کودک آزاری مطرح میکنن، اما هدفشون چیه؟ هدفشون این آدمای پدوفیل جامعه رو بگیرن؟ نه. ولی با این کار میخوان چی کار بکنن؟ قربانی بسازند. قربانی هیکل جدید انسان متمدنه. قربانی قهرمانان دنیای جدید نئولیبرالیست اینه. اینطوری میخوان قربانی سازی بکنن. خب داستان اول اینه. این سیاست غلطه، چون آقایان ترنسجندر، خانمهای ترنسجندر، آقایان گی، خانمهای گی، شمایی که به راحتی بتوانی بیای بدون هیچ دلیلی، سندی، مدرکی، بدون ارائه دادن شکایتی به هیچ مجمع قضایی، بدون ارائه دادن دلایل خودتان کسی را مورد اتهام تعرض جنسی واقع بکنید، اون وقت اولین اتفاقی که میفته اینه هیچ کسی جرأت نمیکنه با شما صحبت بکنه، چون شما به راحتی برمیگردی و میگی نظر جنسی به من داشت، این با من دست داد، لذت برد، این میخواست با من فلان کار رو بکنه. وقت مردم در ارتباط گرفتن با شما در امنیت نیستن. هدف شما از این کارها چیه؟ کدام دلیل اخلاقی پشت این کارهای شما نهفته است؟ اگر این تمهیدات نظام سلطه برای نابودی مقاومت‌های جوامع نیست و علل خصوص امت کردی ما نیست، پس چه چیزی در پس پرده این افشاگری ها نهفته است؟ شما که به دنبال احقاق حقوق خود نیستید، شما که به دنبال مجازات متجاوزین نیستید، فقط ظاهراً شیک شده که شماها بیاید اعتراف بکنید که مورد تجاوز واقع شدید.
توسط بندگان و بستگان، توسط محارم، توسط کسان دوروبرتون، جامعتون. حالا داستان رو خیلی شیک‌تر میکنن وقتی که یک سری از این برساختگان کورپوریشن ایرانی وارد بازی میشن، مثل آیدین آقداشلو. حالا هر کسی میاد بدون اینکه بتونه ثابت بکنه این رو، میگه که من مورد تعرض جنسی واقع شدم. این تبدیل میشه به شیوه و متد جدید ارضا کردن روح انقلابی مردم. همه به این مجسمه و هیکل زیبای قهرمان متجاوز افتخار میکنن و در میان و خوششون میاد بدون اینکه اتفاقی بیفته. اما در پس این چه نهفته است؟ در پس این تجاوز پذیری نهفته است. در پس این مخدوش کردن هویت جنسی انسان ها نهفته است. ببینید اینا هیچ کدامشون نمیگن اینها این هویت جنسی را در پس تجاوز کسب کردن. یعنی اینها از رحم مادر که خارج شدن گی نبودن، چون مورد آزار جنسی واقع شدن گی شدن. خب این یه معضل اجتماعی انسانی روانی است، بایستی این رو درمان کرد. حالا نه، اینها به صورت مادرزاد گی متولد شدن، پس مردها و زنها هم به صورت مادرزاد مرد و زن متولد میشن. شما چرا لباس زنانه میپوشی؟ شما میگی که زن بودن بده، جامعه زنها رو زن میکنه، زنها رو ظریف میکنه، خوشگل میکنه، تبدیل به ابزار جنسی میکنه، تبدیل به کالای لذتی مردان میکنه. ما انسانی، ما کالای جنسی نیستیم، نگاه اروتیکی به ما نمیتونید داشته باشید. اما یک لایف استایل، یک نوع پوشش، یک نوع آرایش مخصوص برای خانم ها تعریف شده. خانم ها می توانند آرایش کنند. پس پرده این وقت ظریف بودن، ضعیف بودن و خیلی چیزهای دیگه نهفته است. و شماها به این میتازید، میگید این اکتسابیه، میگید این بده، میگید زن اینطوری نیست. اما آقایان و خانم‌هایی که ترنسجندرن و زنانه میپوشن، شما چرا میپوشی؟ شما چرا این رو میپذیری و دوست داری؟ چون این زنانه پوشی دال بر دامینیت شدن، مورد تعرض واقع شدن، نابرابر بودن ترجمه میشه. شما چرا یه پوشش دیگه بر اساس منویات درونی و ذهنی خودتون برای خودتون درست نمی‌کنید؟ چرا زنها اعتراض نمی‌کنن؟ چرا شما این وسط همه چیز رو قاطی کردید؟ هیچ کسی اینها رو مورد پرسش قرار نمیده. اما ما میدانیم داستان چیست. داستان ابژه کردن و ابژه سازی امت کردی است با ابزار زبان فارسی و هویت ایرانی. کیا این کار رو میکنن؟ فضای روشنفکری ایرانی فارسی. این کدام تاریخ رو به دنبال داره؟ این تاریخ رو. اجازه بدید شما با این زبان فارسی یهود ساخته، زبانی که هیچ زندگی اجتماعی باش نشده و اصولاً کسی با این زبان زیست اجتماعی نداشته، یک سری اقدامات شده است، یک سری تصویرسازی ها شده است و به عنوان فرهنگ به این مردم تزریق شده. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش
جانسوز نگفتن تا کی، سوختم این راز نهفتن تا کی. روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم، ساکن کوی بت عربده جوی بودیم. عقل و دین باخته دیوانه روی بودیم، بسته سلسله مویی بودیم. کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود، یک گرفتار از این جمله که هستند نبود. نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت. این همه مشتری و گرمی بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. این اشعاری که تحت نام اشعار فارسی و ادبیات فارسی به ذهن مردم متبادر شد، مورد تدریس قرار گرفت، اشعار بچه بازیه. معشوق یوسفی بود، زلیخا نبودم. این شعر لطیف عاشقانه سلسله مو مال پسر بچه بیموه، بچه بازی. حالا سویه دیگر ادبیات فارسی چیست؟ بیخبری، کنج عزلت گزیدن، به عالم بیخبری رفتن، از خود مسئولیت و اختیار را سلب کردن، به انقیاد در آمدن، تسلیم و برده شدن. این سویه دیگه ادبیات فارسی. یک سویه بچه بازی، ابژگی. یک سوی دیگر بیخبری، انقیاد، بردگی، عزلت. حالا ما در این دیبیت این دیتاها رو به هم ربط میدیم. نیکی کدی در دانشنامه ایرانیکا می نویسد. قبل ترش من یک نکته رو بگم، به این باز میگردم. نیکی کدی در دانشنامه ایرانیکا می نویسد که سید جمال الدین اسدآبادی یعنی افغانی در زمانی که به افغانستان می رود خود را سید رومی یا استانبولی و اهل استانبول معرفی می کرده است. جمال الدین در کابل با احترام توسط امیر کابل پذیرفته می شود و به سمت مشاور امیر برگزیده می شود. به گفته نیکی کدی این احتمالاً به سبب نامه محرمانه‌ای بوده که او به امیر نشان داده است. این مسئله سبب شده بود که نمایندگان بریتانیا در افغانستان او را مأمور دولت روسیه بپندارند. او در آنجا سعی کرد که امیر را به اتحاد با روسیه و مخالفت با بریتانیایی ها وادارد. گزارش های دولت استعماری هند و مجموعه منابع چنین می نمایاند که سید در افغانستان به مانند غریبه‌ای بوده است و فارسی را با لهجه ایرانی صحبت می کرده است. شیخ ابوالهدی به او لقب متافقین به معنی کسی که ادعا می کند افغان است داد و تلاش کرد هویت شیعی او را آشکار سازد. به گفته اسانته استاد آفریقا شناسی دانشگاه تمپل در سال 1858 یک جاسوس بریتانیایی در گزارشی سید جمال را مشکوک به بودن مأمور روسیه گزارش می کند. این مأمور بریتانیایی نوشته است که جمال الدین به شیوه ترکان نوقایی در آسیای میانه لباس می پوشیده است. گزارش های دولت افغانستان می نویسد که سید جمال بیشتر شیوه زندگی غربی را داشته است تا یک شرقی. او شخصی لیبرال بوده و مقید به اجرای فرایض دینی نبوده است. مثلا فرایض ماه رمضان را به جا نمی آورده است. به گفته اسانته سید جمال الدین در قاهره از نوشیدن کنیاک لذت می برده است. او یک بار در سال 1879 از لوژ ماسونی در قاهره بیرون انداخته شد، زیرا در ملأ عام وجود خدا را انکار کرده بود. در نقطه مقابل منابع دیگری سید جمال الدین اسدآبادی را فراماسیون و حامی غیر مستقیم منافع انگلستان دانستند.
رابرت دریفوس در کتاب بازی شیطانی در مورد سید جمال الدین اسدآبادی می نویسد: مردی که در سال 1885 متشکل ساختن جنبش پن اسلامیستی با هدایت بریتانیا را پیشنهاد داد کسی نبود جز سید جمال الدین اسدآبادی. از دهه 1870 تا 1890 سید جمال الدین از سوی بریتانیا حمایت شد. دست کم یک جا در اسناد رسمی و پرونده های محرمانه سرویس جاسوسی دولت هند پیشنهاد سید جمال الدین اسدآبادی در 1882 در هند مبتنی بر این بود که به عنوان جاسوس بریتانیا در هند به خدمت درآید آمده است. همچنین اسماعیل رائین در کتاب مشهور خود فراموشخانه و فراماسونری در ایران می نویسد: سید جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی یکی از فراماسونرهای اولیه ایران است که در 9 لوژ فراماسونری عضویت داشت. او در لوژ فراموشخانه ملکم رئیس لوژ و ویزیتور بوده است. ببینید سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانی کیه؟ چرا من اینها رو میگم؟ چون به هم ربط داره. ببینید این داستانی که امروز تحت نام افشا کردن تعرضات جنسی داره به نام روشنفکری، روشنفکر بودن، الیت بودن در جامعه ما تبلیغ میشه تحت نام کرامت انسانی، تحت نام انسان مدرن مکرم. این داستانی رو تعقیب میکنه. ببینید من داستان سید جمال الدین رو برای شما خوندم. سید جمال الدین اسدآبادی کیه؟ سید جمال الدین اسدآبادی بایستی یک انسان یهودی الاصل آنوسی باشد. شیعه هستند در ظاهر. تحصیلات ابتدایی خود رو در حوزه علمیه شیعه و در عتبات عالیات نجف و کربلا تمام کردند. آیا سید جمال الدین اسدآبادی جزء اولین کسانی هستند که جنبش احیاگری اسلامی را آغاز می کنند. آقای سید جمال الدین اسدآبادی یهودی مسلمان شده شیعه دین یهود هیچ ربطی هم اسلام نداره. آقای سید جمال الدین به ظاهر مسلمان یهودی بنیانگذار جنبش احیای سرزمین‌های اسلامی است تحت روایت اخوان المسلمین، مسلم برادرهود. آقای محمد عبدو پدر اخوان المسلمین شاگرد ایشونه، حسن بنا شاگرد ایشان هستند و محمد عبدو. حالا کسی نمیفهمه این سید جمال الدین اسدآبادی که اصرار بر افغانی بودنش است، کسی اینجا این هویت شیعه و شیعه بودن و یهودی بودن این رو انکار نمیکنه. چرا بانی و عامل قتل ناصرالدین شاه قاجار معرفی میشه؟ این آقا چرا سلطان عبدالحمید رو ترور نمیکنه؟ این آقا چرا امیر کابل رو ترور نمیکنه؟ این آقا در قاهره میخواد چی کار بکنه؟ آنچه که مردم نمیفهمند و نمیدانند اینه آنچه که نامش دنیای اسلام بود بایستی توسط کورپوریشن ها منشق و نابود میشد. این کار رو بایستی تحت لوای دین میکردن، به نام دین میکردن، به نام احیای دین میکردند. تمام گروه های بنیادگرای اسلامی همشون از این اخوان المسلمین منشعب میشن. مشخصا داستان القاعده، مشخصا داستان داعش. القاعده یا کی بودن؟ اخوان المسلمینی بودند که بعد از قتل انور سادات توسط خالد استانبولی مورد دستگیری های وسیع در مصر و کشورهای عربی و مسلمان واقع شدند. یکی از اونهایی که دستگیر شد پزشکی بود به نام ایمن الظواهری. ایمن الظواهری بعداً از زندان که آزاد شد زمینه فعالیت در مصر نبود، داستان اشغال افغانستان بود توسط شوروی. اینها به پاکستان رفتن، تبدیل شدن به جنگجویان عرب افغانی.
اونجاست که اسامه بن لادن میاد، اونجاست که ایمن الظواهری اسامه بن لادن رو تحت القاعده سازماندهی میکنن و از ایالات متحده آمریکا اسلحه میگیرن، لوجستیک میگیرن، برنامه میگیرن. خب تمام اینها رو کی درست کرده؟ یک یهودی آنوسی به نام جمال الدین اسدآبادی شیعه برای این مردمان جهان اسلام تحت نام مبارزات با استعمارگری، تحت نام مبارزات و احیای امت اسلامی، تحت لوای حکومت مردم اسلامی خروجی شد. چی؟ خروجی شد کورپریشن سازی در سرزمین های ما تحت نامی که ما عقب افتادیم. ببینید اینها برای تمام این داستان هاشون یک سری داستان رو مطرح میکنن، یک سری اتفاقات رو مطرح میکنن، از جنگ ایران و روسیه گرفته تا آغاز انقلاب مشروطیت. همه اینها یک داستان رو تعقیب میکنه: ساختن نظم کورپریشنی در سرزمین کردوار و سرزمین خاورمیانه، ظهور ملت ساخته شده‌ای به نام مردمان فارس و ملت ایرانی، مردمان فارسی که یا یهودی آنوسی‌اند یا پارسیان کوچ داده هندند در قسمت‌های مرکزی و کبیر سرزمین کردوار. ابزارشون ابژه ساختن امت کردی است و زبانشان همین کارکرد رو داره. تحت نام پیشرفت، ادبیات، تحت نام تاریخ و تحت نام نظم کورپریشنی. حالا به مثالهای معین دوران جمهوری اسلامیش برمیگردیم که این حکومت جمهوری اسلامی رو برای چی ساختن؟ آیا این حکومت جمهوری اسلامی است؟ حکومت اسلامی است؟ این برای اسلام آمده است؟ این برای خدا آمده است؟ این برای معنویت مردم آمده است؟ کی آورده این حکومت جمهوری اسلامی رو؟ برای چه آمده است؟ آیت الله خمینی رو در همین مستندی که آقای BBC ساخته از صادق قطب زاده میگه تا بهار 57 هیچ کی نمیشناخت، هیچ کی آیت الله خمینی را نمیشناخت. سال 1355 ساواک ضربه محکمی به چریکای فدایی و مجاهدین خلق وارد کرده بود. آخرین نفسهای مجاهدین خلق رو تقی شهرام خفه کرد و تقی شهرام گریخت. مجاهدین در بیرون هیچ کسی رو نداشت. تمامی مجاهدین در زندان بودند. تمامی چپی ها و کمونیست ها در زندان بودند. پس انقلاب 57 رو کی کرد؟ کی انقلاب 57 رو انجام داد؟ چطور شد با یک مشت تظاهرات پراکنده در این شهرها رژیم مقتدر و ژاندارم خلیج فارس تسلیم یک مشت تظاهرات داخل خیابانی شد؟ کی همافرها رو وادار به تسلیم کرد؟ ارتش و هوانیروس چرا تسلیم شد؟ کی تمام ساواک رو به دست آیت الله خمینی داد؟ کی استقرار و قدرت رو در دست خمینی داد؟ رضاخان پهلوی عامل کورپریشن جهانی با سران ایلات و عشایری که مقاومت‌های عشیره‌ای و ایلی می‌کردند طرف شد. تمام سران ایلات رو زدند، با توطئه، با جنگ و اینها رو نابود کردند. فاز دوم، کوچاندن مردمان روستایی. در داستان تخت قاپو و اسکان عشایر رضاخان کوشید. انقلاب سفید شاه منجر به نابودی روستاها شد. زمین ها تقسیم شد، آب تقسیم نشد. قسمت اعظمی از زمین ها بایر ماند. مردم نتونستن با این زمین ها خودشون رو تغذیه بکنند. لذا به شهرها آمدن. آغاز اردوگاه سازی تحت نام شهر. توده های روستایی که
با آمدن به شهرها هویت ایرانی میگیرن، تحت سلطه و ساورنتی ایران در میان، شناسنامه میگیرن، به قانونش در میان، در دستگاه آموزش و پرورش قرار میگیرن و اینها رو به خردشون میدن، تمام هویت رو عوض میکنن. دوران پهلوی تمام شد، اما هنوز سنت های جامعه کردوار سر جای خودش بود. مقاومت ها رو میکرد. جمهوری اسلامی یعنی روایت شیعه را بایستی می آوردند چندین کار انجام بده. یک، مقاومت های سنتی طبیعی جامعه را از بین ببره تحت نام اسلام. وقتی شما یک حکومت مذهبی بر جامعه حاکم میکنید، مردمان خودشون رو ملزم به رعایت اخلاقیات نمیدانند، حکومت بهشون اجازه نمیده، اخلاقیات فردی تعطیل میشه و حکومت بانی و حفظ اخلاقیاته. لذا اتفاقی که میفته اینه به وفور زنان به مدرسه تحت آموزش و پرورش کورپوریشن ایرانی زبان یهود ساخته فارسی قرار میگیرن. در همین مدارس و دانشگاه ها تحت نام امنیت اسلامی و اخلاقی، پدر و مادرهایی که اجازه میدن بچه هاشون به اونجا میرن فرزندانی ساخته میشند دارای بحران‌های مختلف. جالبه در همین جمهوری اسلامی در دوران ابتدایی مدارس پسرانه و دخترانه از هم جداست. در دوران تلاطمات بلوغ جنسی و احتکار سکس در سن 18 سالگی پسر و دختر رو در دانشگاه قاطی میکنند. در دانشگاه قاطی میکنند تحت نام همین نظام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آمد مقاومت های دینی سنتی و هنجاری مردم را در هم بکوبد تحت نام حاکمیت اسلام. حالا ما از جمهوری اسلامی سوال میکنیم. ببینید اینهایی که دارن تبلیغ میکنن اینا حکومت ملا هستند و حکومت عربند، حکومت عربند، بخصوص این ناسیونالیسم یهود ساخته ایرانی. این سوال رو بایستی پاسخ بدن. آقای جلال الدین فارسی متولد مشهد، اولین کاندید ریاست جمهوری اسلامی، کاندید حزب جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی اجازه نداد در رقابت انتخاباتی شرکت بکنه. چرا؟ چون آقای جلال الدین فارسی کشف شد که تابعیت افغانی دارد و افغانی هستند. آیت الله خلخالی تحت توهم حکومت شیعی اسلامی به خمینی پیشنهاد داد نام خلیج فارس را تبدیل به خلیج مسلم بکنن. خمینی اجازه نداد. احمد توسلیان از برادران پاسدار و فرماندهان سپاه وقتی در جریان حمله به لبنان نیروهای سپاه پاسداران رو به سوریه بردن برای مقابله با اسرائیل، خمینی بهشون اجازه نداد. صدام حسین به ایرانی ها و جمهوری اسلامی اجازه داده بود اگر آتش بس رو بپذیرند از خاک عراق بتوانند نیروی نظامی را تا مرزهای اسرائیل ببرند. دولت بعث این اجازه را داد. آیت الله خمینی گفت که مسئولیت با شماست، به محسن رضایی و کسان دیگری که خاطرات خود رو نوشتن. احمد توسلی باز نگشت. احمد توسلی رو مفقود الاثر کردن. تا بدانید آیت الله خمینی هویت ایرانی فارسی هویت یهودی است. دولت ایران دولت یهودی، زبان فارسی زبان یهودی و یدیش است. برای ابژه کردن امت کردی، بلوچا، لرها، گیلکی ها، مازنی ها، گوران ها، اینها زبان گورانی را دزدیدند به یغما بردند تا ابژه بکنند امت کردی را و زبان و ابزار ابژگی رو آوردند و توسط دستگاه های تبلیغاتی مدارس و دانشگاه ها به خورد مردم دادند. دولت جمهوری اسلامی اگر حکومت شیعه است، اگر حکومت اسلامی است، در همین جمهوری اسلامی
زنان رو به جرم رعایت نکردن حجاب میگیرن، اما ترنسجندرها به راحتی در خیابانها میگردند، اما گی ها به راحتی عمل شیرین لواط را انجام میدهند و کسی با اینها کاری نداره. جای سوال بزرگی این چطوری اسلام شیعه جمهوری اسلامی برباد می رود با کاکلهای خانم، اما با سکس معقدی و لواط برباد نمی رود. و شما این همه لایو اینستاگرامی از ترنسجندرها، از گی های ایران می بینید، گی پارتی، تمامی کافی شاپ هایی که اینا در سنندج و کرمانشاه و مهاباد ساختن که محفل گی هاست، گی پارتی ترنسجندر هاست، ترنسجندر هایی که آزادانه بدون رعایت حجاب در خیابان آرایش کرده با هویت جنسی تحریک پذیر و ایکچر در خیابان ها را میرن، اما جمهوری اسلامی مدعی اسلام بازی کاری به کار اینها نداره. پاسخ این سوالات آسانه. کورپوریشن ایرانی آمده است از مردم کردوار مردمی ابژه، مورد تجاوز روحی، روانی و جسمی بسازد. آمده است پاتایا بسازد. آمده است مردم ما را نابود بکند. زبان فارسی، هویت ایرانی، کورپوریشن ایرانی ابزار ابژه‌ساز مردمان سرزمین کردی است. به این دستاویز جمال الدین اسدآبادی را آوردن، افغانیش کردن که جهان اسلام بگه سنیه. جمال الدین اسدآبادی که معتقد نیست به هیچ کدام از فرایض اسلامی، کنیاک میخوره، مشروب میخوره، لیبراله، هیچ فریضه اسلامی رو انجام نمیده، میشود احیاگر اسلام، آغازگر نواندیشی دینی جهان اسلام که خروجیهاش آقای اشکوری و محسن کدیور و آقای بازرگان و عبدالعلی بازرگان و عبدالکریم سروش و سروش دباغ و این هاست، یا فرقهای مختلف اسلام سیاسی اخوانی و اخوان المسلمین و مکاتب مختلف و کتائب مختلفی که از اینها منشعب میشه. داستان چیه؟ داستان اینه در این خاورمیانه، در این جهان اسلامی که اینها آمدن احیاش کنن، دو مسئله رو نابود کنن: اسلام و عروبه، کردیت و رهایی را نابود بکنن سیستماتیک. و داستان این یک جریان 250 ساله است. اینهایی که تحت نام روشنفکری میفروشند، روشنفکری نیست، نابودسازی امت کردی است. هیچ دلایل اخلاقی منطقی ندارند، هیچ دلایل اخلاقی منطقی، فقط شیک مده. برای اینکه جهان اسلام رو نابود کنی، اعراب رو نابود کنی، به خاطر اینکه اینها هیچ وقت نتوانند تحت نام یک امت قرار بگیرند، بایستی اینها رو به کورپوریشن ها تقسیم کرد، بایستی اینها را تحت نام مبارزه با استعمار تقسیم بندی کرد، بایستی اینها را تحت نام بنیادگرایی اسلامی از بنیان خود، از جامعه خود، از سنن خود متنفر کرد. مثل کیهان شریعت مداری، وایس آف امریکا. کیهان شریعت مداری ایجاد انزجار میکنه، مخاطب رو پاس میده به وایس آف امریکا. آنچه کیهان شریعت مداری نمیتونه تو ذهن طرف بکنه، وایس آف امریکا تحت اعتماد کامل در ذهن طرف فرو میکنه. این اون داستانیه که برای ما اتفاق افتاده. حالا اینا بیان جواب بدن هدف شما از افشاگری های جنسی الا تبدیل کردن جامعه ما به جامعه گی و هموسکشوال چیست؟ عدالت؟ یعنی به چه صورتی؟
میخواید جرم رو از بین ببرید؟ میخواید مقدماتی که به این جرم منتهی میشه رو از بین ببرید؟ بابا شما قوانین دولت ها را تا تو تخت خواب هیچی تو روابط جنسی انسان ها وارد کردید. یک زمانی شما انتقاد میکردید که شرع اسلامی به تخت خواب آدم ها هم کار داره. شما تا نوع روابط، چگونگی پوزیشنی که درست میشه رو درش دارید با قوانین دخالت میکنید. این کاری که شما میکنید در راستای تصویب قوانین مختلف کورپوریشنی است، به خاطر اینکه تا میتواند انسانها را از قدرت بیاندازد، از مقاومت بیاندازد تحت لوای انسانیت، تحت لوای امور اخلاقی. شما هیچ دلیل اخلاقی ارائه نمیدید بابت این کارهایی که میکنید. یک دلیل اخلاقی ارائه بدید که پس پرده این کار چه نهفته است. شما به راحتی میتونی به هر کسی انگ و برچسب تجاوز جنسی بزنی، قرار نیست ثابت بکنی که ثابت نمیشه. شیکه یکی میگه من مورد تجاوز واقع شدم، این اتهام رو وارد میکنه، نمیتونه اثبات بکنه. چرا به مراجع قضایی نبردی؟ نبردم. تو بالاخره گی به دنیا اومدی یا گیت کردن؟ طبیعی است یا غیر طبیعی است؟ اکتسابی است؟ خب اگه اکتسابی است چه اصراریه ما این مدل زندگی رو تبلیغ بکنیم؟ به نفع کیه؟ به نفع بشریت؟ به نفع خلاقیت؟ به نفع کیه ما این استایل زندگی رو برخلاف طبیعت داریم تبلیغ میکنیم؟ اینایی که هموسکسوال و گی هستن مورد تعرض واقع شدن، خب اینا آسیب دیدن، اینها بایستی درمان بشن. چرا یک دیبیت هایی در این زمینه در جامعه ما صورت نمیگیره؟ بیاند اونهایی که طرفدار اینها هستن بگن مشخصا هدفشون چی بود. من اینو میفهمم، کسی مورد تجاوز واقع شده باشه بیاد این تجاوز رو فریاد بزنه، جامعه برام در مقابل انسان متجاوز موضع بگیره و در مقابل مقوله تجاوز بایستی جامعه موضع بگیره و اونی که مورد تعرض واقع شده بایستی بتونه این تعرض رو ثابت بکنه. وگرنه نمیشه همینطوری شما هر چیزی رو بیای مطرح بکنی، عمومی بکنی. هدفی پس پشت این نهفته است. شماها سید جمال الدین سازی کردید تا به امروز، تا این سرزمین ما را تقسیم کردید. یک زبان ساخت پرداخته مفعول ساز به نام فارسی آوردید که همه را میخواد مفعول بکنه، الکلی بکنه، تریاکی بکنه، یا منزوی بکنه یا کونی بکنه. این زبان این کار رو میخواد بکنه. شما یا بایستی شاهد باز و بچه باز و مقباز و اینها بشید، یا بایستی بشید معتکف و خانقانشین و تارک دنیا، یا اینکه دائم الخمر باشید و دائم الخمر باشید و دائم مس بکنید و دائم در عالم بیخبری باشید. این کاریست که این ابزار میکند، این زبان میکند تحت نام ادبیات مشعشعانه دوران اسلامی ادبیات فارسی. خروجیش چی شده؟ خروجیش این ملت بی هویتی که ساختن که امروز بایستی به تجاوز افتخار بکنه، که امروز قهرمانانش بایستی اونایی باشن که بهشون تجاوز کردن. پس اینا سیستماتیکه و امت کردی بدانند، روشن فکران این زبان، این هویت ایرانی آمدند ما را از مرتبه حیوانی پستر بکنند، جهان کردی را نابود بکنند، انسان رهای کردی، انسان مخیر کردی را نابود بکنند. این جنگ انسان مخیر کردی است، انسان دارای اختیار کردی است با انسان منعقد مورد انقیاد واقع شده ایرانی تحت نام سیویلایزد بودن، سیویلایزد شدن،
تحت نام حکومت 2500 ساله یهودی، دولت یهودی ایرانی میخواهد از ما انسانهای مسئول، از ما انسانهای دارای اختیار سلب اختیار بکند، از ما بردگان بسازد و از ما ابژگان بسازد. ابزارش هم کورپوریشن ایرانیه، روشنفکرین و الیت پارسی است و زبان فارسی است. این اون اتفاقیه که داره میفته و همه دارن کمک میکنن. من در دیبیتی که دیروز به گورانی داشتم تیکه از دیالوگ جنگوی رها شده رو پخش کردم. اون جایی که دیکاپریو به عنوان ارباب یکی از مزارع میشیگن اسکلتی رو آورد سر سفره و گفت این اسکلت سر بنه، بن نوکر ما بود، برده سیاپوست من بود، برده پدرم بود، برده پدرم بود، 50 سال ریش پدرم رو میتراشید. من بارها در دوران کودکیم فکر کردم چرا این سیاه ها ما رو نمیکشن؟ ما در اقلیتیم، چرا نمیکشن؟ اگر من جای بن بودم سر بابام میبریدم، ولی این 50 سال صبر کرد تا مرد، در بردگی مرد. در این داستان بردگی در ایالات متحده آمریکا ما 2 نوع برده داشتیم، بردگان خانگی و بردگان سرزمین. بردگان خانگی از ارباب کثیف‌تر بودن، پاچگیرتر بودن، پدر سوخته‌تر بودن، چون اگر ارباب گرمش بود اونا هم گرمشون بود، اگر ارباب گوشت داشت اونا هم گوشت داشتن، اگر ارباب خانه نعمتش رنگین بود اونها هم غذاهای رنگینی میخوردن. لذا اونی که فشار می آورد به بردگان داخل مزرعه، بردگان تو خونه ارباب بودن. اونایی که امروز دارن شماها رو نابود میکنن تحت نام فارس ها، روشنفکرین فارس، فرهنگ فارسی ایرانی، اونها یا یهودیان آنوسیان، یا فارسیان هندند، یا عده‌ای از مردمان این سرزمین ما هستند که تبدیل به بردگان خانگی شدن. گرمی خانه ارباب یعنی گرمی اونها، و دارن امت ما را تحت نام علم و مراکز اکادمیک و روشن فکربازی تبدیل به برده می کنند، تبدیل به تجاوز شدگان جنسی می کنند، این تصویر رو مرغوب می کنند. ما به این مقوله می پردازیم. ما در زبان گورانی دیبیت های خودمون رو تا رسیدن به این اوضاعی که امت ما داره نابود میشه رو زاویه به زاویه تعقیب کردیم و از این به بعد با این زبان یهود ساخته یدیش، به خاطر این که ما بقیه امت کردی بدانند، بلوچ ها بدانند، لرها بدانند، گیلکی ها و مازنی ها بدانند که ما مورد چه حجمه ای واقع شده ایم. چون هیچ کسی از خودش نپرسید یک یهودی سادات شیعه شده به نام سید جمال الدین اسدآبادی کی او را مأمور می کند که احیاگر جنبش اسلامی باشد؟ کی او را مأمور می کند که اخوان المسلمین توسط شاگردهاش بنیان گذاشته بشن؟ همون محمد عبدویی که خامنه ای افتخار ترجمه کتابش رو داره، خامنه ای خودش رو شاگرد اون میدونه. تا بدانید آنچه در این سرزمین اتفاق افتاده است نه اختیار ما بوده است، بلکه انقیاد نظام سلطه است و میخواهد از انسان کردی، از انسان مخیر و دارای اختیار کردی برده بسازد و تمامی مقاومت‌های انسانیش را در هم بکوبد. تا جهان کردی را نابود نکند نمیتواند برده بسازد. پس به صورت سیستماتیک از 200 سال گذشته تا به امروز ما شاهد خورد کردن و له کردن مقاومت‌های امت کردی در این سرزمین هستیم توسط کورپوریشن ایرانی، کارمندهای کورپوریشن ایرانی، نوکران خانه اربابی.